سلام دوستای گلم. امروز قرار با هم نون تابی و یا همون نون تافتون رو درست کنیم. احتیاج داریم به 1.5 لیوان آب سرد، 1 قاشق غذاخوری روغن، 1 قاشق غذاخوری سرخالی نمک و 1 قاشق چایخوری هم شکر. جوش شیرین هم 1/4 قاشق چایخوری نیاز داریم. کاملا مخلوط میکنیم با هم. و آرد هم بین 3 تا 4 لیوان نیاز داریم، بسته به جنس و نوع آردمون داره. 3 لیوان اول خوب میریزیم، لیوان آخر هم کم کم اضافه میکنیم. یه خمیر کاملا نرم و لطیف به دست میاد. 2-3 ساعت میذاریم استراحت بکنه. همونجوری که میبینید خمیر یه کوچولو کش داره. اندازه یه نارگیل برمیدارم و چونه میکنم. این چونه ها هم به اندازه تابه‌ای که دارم باز و نازک میکنم. خمیر کاملا باید نازک باشه و تابه هم خیلی 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 تاکید میکنم خیلی داغ باشه تا بتونه هر دو طرفش رو بپذیره. این حجم از خمیر به من 20 تا نون داد.